هیست تیوی پرشین تقدیم می کند. وقتی شما شب خبر BBC فارسی رو نشستی گوش دادی، یا ایران اینترنشنال یا من و تو یا هر کس دیگه، هیچ کس چیزی برای گفتن نداشت. در سال 1352 هجری شمسی آمریکا نقشه تجزیه ایران به 5 قسمت رو داره و اون طرف مخالفان میگفتن این شعاری هستش که میخوان رعب و وحشت ایجاد کنن در دل مردم ایران. ما 13-14 سال زمان خریدیم تا بچه‌های ما به این قدرت برسن. همه دنیا گفتن ساعت 6:30 بعد از ظهر شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران بعد از 4-5 ساعت اعلام کرد. خب بچه تکذیب میکنیم اول. همین دارم میگم. در نهایت خود ترامپ اومد اقرار به این کرد که این افراد رو مسلح کرده. بله. از دستگاه‌هایی که بیرون داره بهشون میگه آقا بگویید شده است نشده است، اینو بگو اونو نگو، رسانه داره یک بخش عمده‌اش داره از اونجا ضربه می‌خوره. اعتقاد دارم توی این جنگی که اتفاق میفته طرف مقابل داره دست برتر خودش رو بهتون نشون میده و شما تو اون دست برترت اگه قبل از اون بیای این کار رو بکنی، خب کار رو بر اون سهل کردی. خب بچه تکذیب میکنیم اول. همین دارم میگم. من الان اشاره کردم اگر دقت کرده باشید گفتم رسانه ها، ما از صدا و سیما نام بردیم و مجموعه رسانه ها از دستگاه هایی که بیرون داره بهشون میگه آقا بگویید شده است نشده است، اینو بگو اونو نگو، رسانه داره یک بخش عمده‌اش داره از اونجا ضربه میخوره. به شما به رسانه اجازه این رو که خودش صحت سنجی بکنه یا بگه برخی منابع خبری میگویند که فلان شده است رو ازش میگیری، او از جای دیگه میبینه دفعه دیگه مثل هزاران بار دیگه به شما اعتماد نمیکنه. نمونهش رو ما 2 نمونه خوب و بد داریم در بحران، بازم از رسانه ملی میگیم. اول نمونه بعدش رو بگیم که داریم با هم صحبت می‌کنیم. شهید فخری زاده رو زدن. شاید بین 1 تا 2 بعد از ظهر بود. بله. همه دنیا گفتن ساعت 6:30 بعد از ظهر شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران بعد از 4-5 ساعت اعلام کرد. چرا؟ چون 100 نفر بیرون گفته بودن آقا نگویید، کور شوید، دور شوید، وایسید جلسه بذاریم، تعیین تکلیف کنیم چرا بگوییم چرا نگوییم. توی بحث هک کارت سوخت جایگاه باز اتفاق افتاد. اولین خبر شبکه خبر رفت. بله. اولین خبری که آقا پمپ بنزینا مشکل دار شده، هک شده، مردم صف بستن، وزیر رو آورد، وکیل رو آورد، شرکت گاز آورد، شرکت نفت آورد، همه اومدن رو هم تا شب صحبت کردن دربارش. وقتی شما شب خبر BBC فارسی رو نشستی گوش دادی، یا ایران اینترنشنال یا من و تو یا هر کس دیگه، هیچ کس چیزی برای گفتن نداشت. چون همه رو شما گفتی، همه میگفتن تلویزیون ایران اعلام کرد، وزیر نفت ایران در تلویزیون ایران اعلام کرد. من عرض کردم 2 نمونه خوبش رو به شما گفتم. بله. وقتی که توی نمونه خوبش خیلی ها دوباره میان جایی رو مثل صدا و سیما زیر سوال میبرن که آقا چرا گفتید؟ سری بعدش که میخواد بگه روی همین الزامات دوباره خودش رو نگه میداره. دقیقاً به جمله پایانی ما بگم جمله پایانی اینه. به خاطر همینه که حداقل در 10-15 سال گذشته یا به طور مشخص در 10-12 سال گذشته هر آن چیزی که گفتیم و فریاد زدیم و کسی گوش نداد رو الان باید تکرار بکنیم که ما نیازمند یک بازنگری تو این قصه هستیم. همش هم توی رسانه ملی نیست. یه بخش عمده‌اش بیرونه که شما بیرون دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی بالاخره به این نقطه برسند که باید اجازه بدهند در این جنگ رسانه‌ای یک رسانه‌ای وسط باشد و بجنگد. همین داستانی که میگفتن که ما میگفتیم اگر ترامپ حمله بکنه قصدش تجزیه سازی ایران هستش، سوریه شدن ایران هستش و اون طرف مخالفان میگفتن این شعاری هستش که میخوان رعب و وحشت ایجاد کنن در دل مردم ایران و حمایت نشه از داخل از جنگی که قراره. این قصه ترس از سوریه شدن رو من به عنوان کسی که 5 سال در سوریه بودم، از قبل از اینکه اتفاقات در سوریه شروع بشود 5 ماه اونجا بودم تا 4 سال و نیم بعدش، از فروردین 90 و بعد از 91 که حضور ما جدی‌تر شد در سوریه و بچهای ما اونجا حضور داشتن، اینا کلیدش رو زدن و میگفتن آقا اینا میخوان شما رو از سوریه شدن بترسونن. اصلا اینجوری نیست. یه مثال بزنم. یکی از آقایون بزرگواری که
مسئولیت داشتن اون موقع. یه توییت زد که ایران قابلیت سوریه شدن ندارد، اینا میخوان شما رو بترسونن، اصلا ایران الست و بلست. من اون موقع توی صفحه فیسبوکم که خیلی فعال بودم در 10 بند پاسخ ایشون رو دادم. توی این پازل وقتی میگفتن آقا شما تو پازل دشمن داری بازی میکنی، مردم رو به جای اینکه هوشیار بکنی و حمایت بکنی از تصمیمی که نظام گرفته برای حضور در سوریه به عنوان محور مقاومت، به عنوان خط اول نبرد با دشمن اصلی تو که الان اتفاق افتاد در خرداد 1404 و فهمیدید وقتی که بشار اسد، حالا خوب یا بدش جای بحث داره جدا، نظام سوریه سقوط کرد، چند ماه بعد به شما حمله کردن به سهولت هرچه تمام‌تر شما رو غافلگیر کردن با اون شمارهایی که اومدن تو مخ مردم کردن. آقا سوریه به ما چه، لبنان به ما چه. بعد راحت سوریه، لبنان، حالا اینور اونور همه رفت، راحت به شما حمله کردن. این یک بخشی از همون جنگ رسانه‌ایه که با آدمایی که حتی در داخل بودن این کار رو می‌کردن، یا عده‌شون هم بیرون بودن. وقتی که اسنادی وجود داره در وزارت خارجه آمریکا و پنتاگون و CIA و کاخ سفید که از 5 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یعنی در سال 1352 هجری شمسی، آمریکا نقشه تجزیه ایران به 5 قسمت رو داره و میگه ایران کشور بزرگی است، ما اینو باید تجزیه بکنیم که بتونیم روش سوار باشیم. هنوز هم شاه توی این مملکت بوده و رژیم پهلوی بوده، 5 سال بعدش انقلاب شده، هنوز ادامه همون تز رو دارن. چطوره که تو سال 91 میان میگن شما رو دارن از سوریه شدن میترسانن، ایران قابلیت سوریه شدن نداره. همه کاری که بچه‌های ما 14 سال در سوریه کردن، اگر هزاران شهیدی که ما اونجا دادیم، بچه‌هایی که اربا شدن و سر دادن تا ما اینجا زندگی بکنیم، اگر فقط یک دستاورد داشت و این دستاورد این بود که این امنیت رو برای ما 14 سال تأمین کرد تا ما همه به زندگیمون برسیم، این بزرگترین دستاورد بود. چون قدرت موشکی پهپادی ما در فروردین 90 قابل مقایسه با خرداد 404 و اسفند 404 خانم نبود. ما 13-14 سال زمان خریدیم تا بچه‌های ما به این قدرت برسن. یک کاری رو کردن به اسم ایران هراسی در کشورهای منطقه و این هم نقشه چند 10 سال است، مال همین 2-3 روز اخیر نیست. 10 و 100 میلیارد سلاح به اینها فروختن، 10 و 100 میلیارد ازشون پول گرفتن، توی آمریکا و اسرائیل ظاهر و باطن سرمایه‌گذاری کردن، توی کشورهاشون اومدن پایگاه‌های چند 10 میلیاردی زدن و پول خود همینها برای تامین امنیتشون. اینا همه با ترس از ایران ایجاد شد. بارها ایران گفت که آقا اینا که پایگاه دارید میزنید توی کشوراتون بزنید، هر کاری میکنید، اما اگه از اینجا به من شلیک بشه من اون پایگاه رو میزنم، کاری ندارم که بگی تو خاک منه. و اینها تصور کردن که چنین چیزی فقط رجزخانیه. وقتی که رهبر شهید در یکی از آخرین سخنرانی‌هاش گفت اگر ما غلطی بکنن سیلی محکمتری خواهند خورد و این جنگ منطقه‌ای خواهند بود، عملاً وصیت، نصیحت و توصیه‌ای بود که نیروهای نظامی کردن که حتی اگر منم نبودم و شهید شدم شما این خط رو برید. الان هرچند بازم این آرزوی بعیدی است، چون اینها همه زیر بلیت آمریکا و بعد زیر بلیت اسرائیلن. اگر به یک عقلانیتی برسن که آقا دیدی آمریکا هم براش 10 میلیارد اینجا پایگاه زدی، هزینه نیروهاشو دادی، 100 میلیارد تجهیزات خریدی، بازم امنیت نداشتی، به این نتیجه برسن که امنیت در گرو پیمانهای منطقه‌ای مشترک با کشورهای همسایه است. درشون می‌بینید که به این نتیجه من نمی‌بینم. بعد از جنگ اگر از این حالت آتش‌بس موقتی که هستیم با یک مذاکره عزتمندانه، توافق عزتمندانه‌ای که به پایان جنگ و تعهد طرف مقابل به عدم حمله مجدد به بهانه مختلف در بیایم بیرون، کشورهای منطقه بلا شک با دیده احترام بیشتری به جمهوری اسلامی ایران نگاه میکنن، بلا شک، ولو برای اینکه در روابطشون نتونن کاری بکنن که آمریکا رو از کشورشون اخراج کنن و بگن آقا شما پایگاهتو جمع کن برو. روابطی رو که از دو طرف با جمهوری اسلامی ایران خواهند داشت، روابطی از روی احترام خواهد بود. بله. نه احترام تو هم با ترس، احترام تو هم با قدرت که با یک کشوری داره، همون هژمونی که سوال اول شما بود. ولو بر این که تعاملاتشون رو با آمریکا به هم نزنن، پایگاه‌های آمریکا بماند
روابطشون هم با اسرائیل گسترش بدن که دنبالش هستن با طرح ابراهیم. روابطشون با جمهوری اسلامی ایران با طرح احترام ابراهیم چی خواهد هستش آقای؟ طرح ابراهیم یک طرحیه که ساخته و پرداخته جماعت صهیونیست هست با مشارکت آمریکایی‌ها که طرح صلح ابراهیمه در حقیقت. کشورهای منطقه و کشورهای عربی که هنوز اسرائیل رو به رسمیت نشناختن، اینا رو به این جریان برسونن که برسوننش به روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری و پرواز هواپیما و توریست و این حرفا. واقعا این در بطنش، یعنی در پشت پرده هم همینه؟ وقتی میاد نتانیاهو رسما میگه از کجا تا کجا مال ماست، ما الان باید مرزهامون رو در لبنان و سوریه و غزه پیش ببریم، ما در نهایت باید به کجا برسیم. مثلا شما فکر کردید مثلا اینو پادشاهی عربستان براشون رفیق استراتژیک مثلا و راهبردی پیش میاد براشون با هم میبندن؟ نه، اینطوری نیست. اصل قصه برای همون هژمونه. الان مثلا صهیونیست‌ها در اقلیم کردستان عراق آیا فقط بندگان خیلی خوب خدا هستن که اومدن فی سبیل الله برای اینها مثلا سرمایه گذاری کردن؟ یعنی یکی از سوالات ما هم همین بوده آقای شمشادی. ما گفتیم که نیروهای کرد خارج از مرز ما رو مسلح کردن و کردها گفتن که نه، ما مسلح نیستیم. نه، و ما بچه‌های خوبی هستیم. ولی در نهایت خود ترامپ اومد اقرار به این کرد که این افراد رو مسلح کرده. بله. من میخوام بدونم که چطور میشه با این افرادی که قصد دارن که کشور رو به نوعی به سمت تجزیه ببرن. اینا فقط یک بخش از کسایی هستن که سالهاست میخوان بیان و آرزو دارن که وارد بشن. از این سمت شما در سیستان و بلوچستان دارید، از اون سمت شما تفکراتی رو دارید که از سمت جنوب کشور میاد، از این سمت شما کشورهای شمال رو دارید که توی آسیای میانه هنوز هم که هنوز هست نیروهای جهادی که به اسم جهادی در سوریه آمدن و جنگیدن و هزاران هزار نفرشون هنوز در سوریه و عراق یا در زندان یا در جاهای دیگری تحت نظر آمریکا هستن، آموزش دیدن، سالها جنگیدن و تجهیزات و سلاح دارن و فرماندهی واحد دارن. اینها رو کی میتونه جلوشون رو بگیره؟ یک حاکمیت قدرتمندی که نظامی، اطلاعاتی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی بتونه جلوی اینها بایسته و مردمش رو در امنیت نگه داره. اینهایی که موافق این بودن که ترامپ حمله بکنه و حالا از داخل بیشتر هم از خارج راهپیمایی‌هایی که دست جمعی راه مینداختن و میخواستن که از ترامپ که به ایران حمله بکنه، فکر میکنید که الان همچنان موافق این جنگ هستن؟ پاسخ سوالتون بله و خیر هست، چون اینها بینشون انشقاق ایجاد شده. درصدشون چقدر من نمیدونم، چون باید یک ارزیابی میدانی و یک نظرسنجی میدانی در داخل و خارج از کشور رو کنید، از ایرانیانی که خارج از کشور هستن ببینید چند درصد، ولی توشون انشقاق ایجاد شده. خیلیاشون رو دیدم در فضای مجازی که گاهن وصل میشم اشک میریزن و ابراز ندامت میکنن. بله، من دیدم. چنین تصوری نداشتیم، اما خیلیاشون دیدم همچنان شادی میکنن. مثلا جلوی در سفارت رقصیدن، شادی کردن. مثلا میگن بچهای مینا که حقشون بوده، به همین راحتی حقشون بوده. بچهای مینا چرا باید حقشون باشه؟ من نمیدونم، اینو باید اون طرف جواب. مثلا میگن آقا 100,000 خونه رو تو ایران زدن، میگه همه از سپاهیان، همه از خودشونن. 100,000 واحد مسکونی همه سپاهیان. پس این مردم عادی که شهید شدن همه تشییع جنازه و عکساشون اومده، این همه بچه‌های اینقدر این همه سپاهیه. شبا توی خیابونا شرکت می‌کنین در نه هر شب، واقعیتش اینه من مدتشون مریض احوال بودم نتونستم، بعضیاشم تهران نبودم ولی چرا بعضی شبا رفتم. هر شب نرفتم ولی بعضی شبا رفتم. کارت هم گرفتین؟ من نگرفتم، شاید به شما داده باشه. نه به من که پرچمم خودم پرچمم خریدم. یعنی خیلی جالب این بود که وقتی که این مبحث باز شده بود، شب قبلش من با پسرم توی که از میادین تهران رفته بودیم و دنبال پرچم میگشتیم و فکر میکردیم که پرچم به ما مجانی میدن. بله مجانیه. بعد نه، پرچم خرید. میخواستم ببینم که این داستانی که اون طرف راه افتاده و میگن کارت میدن به کسی، پول میدن، بنزین میدن، شام میدن، نهار میدن. شاید شما گرفته باشید. من نگرفتم، کسی هم ندیدم گرفته باشه. اون چیزی رو که من ما پرچم خریدیم. آره، با عشق و علاقه خودشون میان. البته دیدم چای میدن، بله. موکب هست، این بله. موکبا هم پذیرایی میکنن، مردمی
موکبایی که تو مسیر اربعین میرفتن هر سال بله. اونجا. من خودم یکی از موکبا رو صریح با نام و مشخصات میگم. از شهر آلنی، شهرستان مشکین شهر، استان اردبیل که اونجا چند سری رفتم سخنرانی کردم، با من تماس گرفتن، گفتن آقا ما میخوایم بیایم تهران کمک کنیم، چیکار کنیم؟ من واسهشون کردم با دوستانی، اومدن تو تهران موکب زدن. بله. 2 هفته تمام توی تهران بودن، تو ایام ماه مبارک رمضان افطاری و چای و سحری میدادن. خود بله. مردم با پول خودشون از اون شهر جمع دقیقاً. و ما میخوایم به مردم تهران کمک کنیم، چیکار کنیم؟ هستن موکبا هستن، کمک میکنن، شیرینی میدن، چای میدن، پذیرایی لقمه میکنن. ساندویچ میدن. بله. اینا رو میدن، اما پرچم تو باید بخری. با افتخار. 10-20 لیتر بنزین بهت نمیدن، کارت هم به کسی اون نمیدن. پرچم رو واقعا با افتخار میخرم، به خاطر اینکه کسانی که میشینن و میدوزن اون پرچم رو، حداقل اون کاری که در خانه انجام میدن بتونه به اقتصادش کمک بکنه و این رو من مخصوصا هر شب که پیش بیاد که برم باز هم میخرم. خب این خوبه، ولی به شرط اینکه اگه منتشرش کردید، اگه فحش هم خوردید، پاش وایسید، چون احتمالاً به این خیلی فحش میده. من خودم آقای شمشادی به خاکم، به وطنم، بله. به پرچمی که زیرش و در سایش دارم زندگی میکنم انقدر اعتقاد دارم که اصلا برام مهم نیست که بقیه اصلا چه فکر میکنن. اعتقاد و باور آدمو به اینجا میرسونه. بله. اعتقاد و باور محکمی وجود داشته باشه. و من میدونید بالاتر از چیزی که شما میگید، چون سوال آخرتون بود، چه چیزی متحیرم میکنه و 4 ستون بدنمو میلرزونه و خوشحال میشم. من از کسانی که توی خارج از کشور، ایرانیان عزیزی که در خارج از کشور توی جایی که تنهایی یا چند نفره میان بیرون و چند ده یا چند صد نفر اونها رو فحش میدن. بله. فحش‌های سنگین میدن، بله. تهدید میکنن، بله. بعضیشون رو با چاقو میزنن. بله. خانومی که با بچهش با کالسکه داره میره، بله. 10-20 نفر پشت سرش میفتن بهش فحش‌های ناموسی میدن جلوی بچهش. اونایی که با اون عزت اونجا پرچم ایران رو بلند میکنن، از نظر من اون کاری که اونها میکنن 1000 برابر ارزشش بیشتر از کاریه که من و شما و دیگران توی جهاد بهش گفت. بلا شک. بلا شک. ممنون از اینکه بزرگوارید. دعوت ما رو پذیرفتید، با ما همراهی کردید در این استودیو، با برنامه صدای ایران همراه ما بودید. ممنون از شما که ما رو تحمل کردید. ایرانی سرافراز، ایرانی سربلند، پرچم سرنگتان همیشه برافراشته. یا علی مدد.